اکیپا ماشین زلیخا خانمو پیدا کردن. توی جاده هاتایی ولش کرده بودن. بنزینش که تموم. فن وقتی گرفتیدش به منم اطلاع بدی. حتما. ببین برای چی خریدم. ببین ات گفتم برو بیرون. از اینجا برو بیرون غفور. برو این دارم بگیر. این وقت شب کجا؟ همش داری خودخوری میکنی. گفت پرچممونو دیده، احساساتی شده. گفت رفتم به قربت خیلی برایش سخت بوده. دلتنگ گلتن همش نیتش خیره. داداشید همش به خاطر نیت خیرش ما رو تو این درد سرا میندازه. دو 2000 بار کم رفته قربونی شدن. یارو همسن بابام بود. سرمو شیله منی. دخترم بزرگ شدی یا؟ ای خدا حفظت کنه. میخواستم دخترم اومدی. خیر آقا غفور، این موقع شب اینجا چیکار داری؟ خانوم ارباب منو فرستاده.
نداری. خدا از امارت یامنا راضی باشه. آمین آمین. بشین آقا بشین ما هم. بس به خدا بس خواهر. بس نمیخورم، ممنون. خدا ازت راضی باشه. خوش داره تازه میره. گشتم آقا بذار دم بکشه میارم. خواهر زینب تو رو خدا بیارش اینجا باشه دم میارم بکشه. آقا. بابام نیومده خونه؟ گفت من 2-3 روزی نیستم. مژگان لطفاً بهم فشار نیار. ریاضی بارش بود تا خرخره برامون بدهی نمیتراشید. زن چرا عصبانی باشه؟ پس از بابام عصبانی. باشه. نمیخواد سوپ بخورم. اما باید بخوری. قراره دارو بخوری. دهنتو باز کن. وای خواهر به خدا دهنم
عزیز جون بده. ها گذاشتم خنک بشه دخترو بدن. خوبه. عزیز بخور. نازش مال ما بود. دمیر سفدام گفتم از شرکت اومدم بیرون، میخواستم برم آسیا. خیلی خوبه، گلا شکوفه کردن، پرنده ها آواز میخونن. گفتم بگردم و یه هوایی جلوشون در بیام و گیرشون بندازم. گرچه گیرشونم مینداختم، مثلا من میخواستم چیکار میدونم. گاز داد و رفت. زلیخا اعتراض نکن. کجا پیداش کردی؟ در استودیو جی. فهمیدم نمیتونی حرف بزنی. بله.
میزنم. ممنونم. میبینمت. پیدا خواهر خودت پیش برس. باشه دمیر، نگران نباش. برو به سلامت. خیلی ممنون. فکر کردم گرسنه نمیای. اما نوشیدنی که میخوری. زلیخا چطوره؟ بهتره؟ خودشو جمع و جور کرده؟
بی لطفاً سعی نکن ازم پنهونش کنی. تفلکی داشت میمرد. تازه اون بگی احساست نسبت به خودم رو میفهمم. من با مادر بچه های توه. خدا اونو به بچه هاش بخشید. خاله تو رو خدا پاشو دیگه. نوازنده چوکوروا اومده پیش باتون. رادیو دارین؟ تلویزیون دارین؟ ندارین؟ آخ ثانیه، آخ این عصبانیت تو رو خورد و تمام. تو همونجا دق میکنی و میبینی سرما اصلا بهم نمیسازه به خدا تا صبح کمرم
خوابت فریده؟ مامان چرا گریه میکنی؟ گریه نمی کنم. ببین چقدر گرم شدم. علی رحمت لطفیه. خوش باشی خواهر. خب بفرما تو. من برم چایی ها رو بریزم بیام. بفرما بشین علی رحمت. اوف اوف. آدم میتونه دلشو از قلبش بیرون بکشه. خدا بیامون. نامادریه. آخه مادرشم یه خورده اونو علیه تو تحریک کرده. وای ول کن علی. اما این بارم گفتم ای وای اگه وقتی اومد نشناسمش چی؟ نگاه
آره من آخرین بار تو رو تو زفر رو میفرستاد یه اونم سینی برامون بریک می آورد. یادم نمیره تو هم هر بیشتر همو میدیدیم. رفتی طرف و زدی، کسی هم که زدی مدیر زندون بود. عروسی موسی و صفیه مظفر اومد پیشم بهم گفت خانم بیاین. دلش پاک بود برای همینم اینو راجبم گفته. بیا برکت برو. نوش جونه. ثانیه اینجا کلی کار داره. دلم هم برای یه کار تنگ شده دمیر. یکم برم پیش. یاد در صابونتو بخوری. من و عزیز جون صبح دوتایی با هم صابونمونو خوردیم. جدا باشه اینو یه گوشه نوشتم. نوش جونتون باشه. بخشید خیلی ترسیده بودم خیلی.
لطفیه، اونم چه مشکلی. من به نظر مشاوره تو احتیاج دارم. چرا؟ بعدش شنیدم رفته سر مزار عدنان یامان و سنگ قبرش رو شکسته. ای کنه تو میدونستی؟ آره منم میدونستم علی رحمت. پیشت گفتم این برادر خیر ندیدم زن و بچه‌شو از خونه بیرون کرده. گفتم فکرتم کجاست ازت پرسیدم. میشه فراموش نمیشه لطفیه، فراموش نمیشه. هیچ حقیقتی پنهون نمیمونه. این بار قضیه کاملا جدیه. درسته تو این قضیه دمیریامان هیچ گناهی نداره، اما فکر حساب حالیش نمیشه. با تمام خشم و عصبانیتش پا رو دم دمیر میذاره. میخواد تا کجا پیش بره؟ میخواد به هر نحوی که شده دمیر رو تحریک بکنه. فکر و ذکر